آمد وکیل ناحیه ونج مختار یادگارچی را در سیسکای دپوتات‌های ولایتی در شبکه تلویزیونی تماشا کرد. بسیار خرسند از آن شدم که یادگارچی مختارов در دیره گفت که چندین سال هاست ما زحمتکشان ونج عذاب می‌دهیم. تکرار گپ‌های وکیل هم باشد، باز میگویم که ما ونجی ها هم جزء از ولایت مختار کوهستان بدخشانیم و ما از بدخشانی بودنمان ناشکری نمیکنیم. لیکن توبکای با ما مثل بچه اوگای نگاه میکنند. اگر خارق مرکز ولایت باشد پس برابر با ونجی و دروازی، روشانی و اشکاشمی و مردم مرغاب هم تعلق دارد. آن کارهایی که نسبت ما در خارق روا میبینند و خدا که نه به خدا خوش است و نه به بندگانش. ما با مردم عادی مرکز ولایت ناحیه های روشن شغنان کار نداریم. هیچ مشکلات هم با آنها نداریم. لیکن داد ای جنایتکارای خارق دوام 7-8 ماه عذاب میکشی، حاصل با عرق جبین رویانده سبزوات و میوات جمع میکنی میبری خارق. باور کنی تا ابد هر چی که فروختی نفروختی تمام. بعد ابد 4-5 شورپش پیدا میشود. مست علت من در شراب بگیر، سیگارت بخر، 5-6 کیلو کرچکت، سبت و گپای دیگر. این گپا و کارها هر روزه در دوره های گویا تینجی، در دوره حادثه های مثل ماه نوامبر باشد خدا گویا زد هم تره هم حاصل ته. اگر در خارق باشی محصولات پوسیده میره و بازار برآمدن نمیتوانی، در راه باشی راه تا میبندن به خارق در آمدن نمیتوانی. جنایتکار خوجایین کسی از مقامات هم چیزی گفتن نمیتواند. خودش میدونه و دوی هستش. همین که میلیسه دیگه مقامات یک تشه قپید یا گریبانش گرفت فرقی ندارد. حتی آدم کشته باشد شروع می شود. کودکا پیش زنکا از قفا و از پس آنها خودی همان توده جنایتکار اوباش. نخواد در شهر خارق ساکنان مثال این وقت اینقدر کم باشند که نمیتوانند سرشته چند جنایتکار را بگیرند. آنها جنایت و میتینگ بازی میکنند. ما مردم ناحیه ها در عذاب. ماهاش قطعی نمیتونی بیمار تا برلیسه خارق بری، از یگان مؤسسه ولایتی سپرافکا یا حجت لازمی تا بگیری، منتظر باش که آنها از میدان میروند و آرام میگیرند. چی کار کنی؟ در خارق یگان وقت ترتیبات میشده باشه یا نه؟ این بیقانونی ها تا کی دوام میکرده باشه؟ من 100% با پیشنهاد وکیل راضی هستم. ونجا رو هم دعوت میکنم که بیای مصلحت کنیم، طرف رشت کولا باید گردیم یا با مردم درواز یک شده یک ناحیه تابع مرکز شویم. راه دور هم شود از این عذاب خلاص میشویم. من از کارمندان تلویزیون بدخشان خواهش میکنم که همین نوار مرا در تلویزیون نشان دهند. من شاهد سخنرانی وکیلان ونج و دروازه شدم که آنها عاید قضیه شهر خارق ابراز عقیده نمودند. وکیلان دولتزاده و یادگاروف ابراز داشتند که عاید ناآرامی شهر خارق خوانندگان ما، دانشجویان ما نمیتوانند تحصیلشان را در دانشگاه شهر خارق ادامه دهند. تاجران ما امکانیت ندارند که به تاجری در بازار مشغول شوند و همین گونه مثال آوردند. و من از وکیلان، از تمام ساکنان ناحیه شغنان دعوت به عمل می آورم که در آبادانی و سازندگی ولایتمان سهم ارزنده خیش را گذارند. آن وحدت کاملی که در ظرف 30 سال استقلالیت با بهای جام به دست آوردین، آن را چون گوهرک چشم نگاه داریم. ما والدان باید نسبت تربیت فرزندان خیش بی‌طرف نباشیم، زیرا بی‌طرفی بدترین گناه است و ما از جوانان، از کودکان و از همه فرزندان خیش دعوت میکنیم که در عقل سالم را به کار برند. قانون برای همه یک است و هر یک شهروند تاجیکستان باید قانون جمهوری تاجیکستان را پرره اعتراف نماید. دیروز اجلاس 8 وکیلان خلق ولایت مختار کوهستان بدخشان دعوت ششم در شهر خارق برگزار گردید و بنده در آن همچون وکیل مردمی اشتراک نمودم و سخنرانی های وکیلان ناحیه های ونج و درواز به من سخت رسیدند و از یک لحاظ اگر گیریم درستم قید نمودم، زیرا که هنوزم در ولایت قانون رعایت کردن نمی شود و
جنایتکاری هم به نظر می رسد. ما مردم به فرهنگ و سالم فکر باید بر ضد همه گروه های متشکل جنایی مبارزه بریم و نگذاریم که هنوزم قانونیت ویران شود و حقوق عهدهداری های مردم پس کرده شود. ما ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان طرفدار ولایت قانون هستیم و قانون که ویران شد باید جزا پیش بینی شود. ما ساکنان رو به آن دعوت میکنیم که به مقابل همه گونه گروه های متشکل جنایی باید مبارزه بریم. اگر ما خواهیم که در فضای صلح و ثبات در متحدی و یکدلی کار زندگی کنیم، پس بیایید دست به دست گرفته بر ضد جنایتکاری مبارزه بریم، زیرا که راه دیگر بجز اطاعت به قانون رو ما نمیبینیم. در تلویزیون بدخشان برآمدی وکیل خلق را از ناحیه درواز در سیستیه ولایتی تماشا کردم. رحمت، صد آفرین، درست میگوید تا بکی با چنین وضع جنایتکاری طاقت کنیم. نامی ولایت را میگیرند، دیگر سر برداشته نمیتوانیم. امروز ساکنان دیگر ناحیه های ولایت مجبورند که از گرفتن نام شهر خارق همچون مرکز مأموری ولایت مختار کوهستان بدخشان خود را در کنار گیرند. این چی گپ است؟ 30 سال است جنایتکاری در شهر خارق دوام کرده ایستاده است. یا جنایتکاران آمده در نزد قانون جواب میدهند، یا ما ساکنان ناحیه درواز بودن و نبودن خود را در هیئت ولایت مختار کوهستان بدخشان معین میکنیم. من اشتراکچی اجلاسی اشتم دعوت ششم مجلس وکیلان خلق ولایت مختار کوهستان بدخشان در تاریخ 24 دکبر می باشم. من شاهد سخنان دو وکیل از ناحیه درواز دولتزاده و ناحیه ونج یادگوروف در اجلاسی گشتم. از نام مردم این دو ناحیه گپ زدند که بنابر به وضعیتی رخ داده در شهر خروق مسائل های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی این دو ناحیه رو در مرکز جمهوری شهر دوشنبه یعنی علو فصل میگردانند. از آمدن به شهر خروق ترس میکنند که به شهر خروق بیایند و مسائل های خود را حل نمایند. ما و شما نقض میدانیم که این همه با اقتصادیات و اجتماعیات ولایت و با رویه تمام ساکنان شهر خروق تاثیر منفی خود را میرسانند. اهالی ناحیه ونج و ناحیه درواز 60-70 هزار را تشکیل میدهد که اینها هم یک پاره تن ما هستند. من همچون مادر و ساکن مرکز مأموری ولایت مختار کوهستان بدخشان شهر خروق با تمام شهروندان ولایت و من جمله شهر خروق مراجعت میکنم که فرهنگ قدیمه خود را محافظت نمایند و به نسل‌های آینده را خود همچون گوهرک چشم نگاه دارند و به نسل آینده خود به میراث مانند. از جوانان شهر خروق دعوت به عمل می‌آورم که به جنایت و جنایتکاری دست نزنند. اگر امروز همون 70-80 هزار اهالی ناحیه درواز به شهر خروق یا از ناحیه اشکاشم یا ناحیه مرغاب به شهر خروق نبیایند، پگاه اول شهر خروق چه خیل می‌شود؟ با همه شهروندان شهر خروق مراجعت میکنم که آن فرهنگ قدیمه که ما بدخشانیان داریم آن را همچون گوهرک چشم نگاه دارید و به نسل آینده خود میراث مانید. در تلویزیون بدخشان برآمد وکیلان خلق را در سیسیه ولایتی تماشا کردم. رحمت، درست میگم، تا بکی به چنین وضع جنایتکاری طاقت کنیم. امروز ساکنان دیگر ناحیه‌های ولایت از گرفتن نام شهر خروق همچون مرکز مأموری ولایت خودداری کرده ایستادند. با علاهده مردم فرزندانش را از ادامه تحصیل در دانشگاه شهر خروق گرفته ایستادند. این چی گپ است؟ 30 سال شد که جنایتکاری در شهر خروق از بین نرفته ایستاده است. بس بودگیست. تفتیش بردن کاری ارگان‌های حفظ حقوق است. آنها برای معاش میگیرند. دیگر امتیازها از دولت میگیرند. ماند آنها کار خود را به انجام رسانند. جنایتکاران روند در نزد قانون جواب گویند. اختیاران رفتن به نزد ارگان‌های حفظ حقوق با جزای آنها را سبکتر مینمایند. رفت اجلاسی نوبتی نمایندگان مردم ولایت مختار کوهستان بدخشان را از شبکه تلویزیونی بدخشان تماشا کردم. خصوصا
برآمد وکیلان از ناحیه‌های ونج و درواز دقت مرا به خود کشید و وادار اندیشه هم کرد. بزرگان ما درست فرمودند که دولت هم از اتفاق خیزد، بی دولتی از نفاق خیزد. وکیلان ناحیه‌های ونج و درواز در حقیقت آن رنجی را به زبان آوردند که امروز اکثریت ساکنان ولایت به هم گرفتارند. همه گفته‌های آنها را درباره جای داشتن قانونشکنی‌های زیاد، همه روزه صادر شدن همه گونه جنایت در شهر خروق 100% درست است. برای پیشگیری این جنایت‌ها اصلاح وضعیت را شخصا من هیچ تصور کردن نمی‌توانم. در حقیقت ونج و درواز در صورت تغییر یافتن وضعیت می‌توانند برای برآمدن از هیئت حدود ولایت برابریت عالی کشور مراجعت کنند، اما مردم اشکاشیم چه خواهند کرد؟ ما نیز از دست این گروه جنایتکار در عذاب بوده و راه بیرون رفت را نمی‌بینیم. در روزایی که راه خاروق را بسته بودند، صد ساکنان ناحیه اشکاشیم به شهر دوشنبه سفر کردن نتوانستند. همچنین تاجران اشکاشیمی محصولات مورد نیازی مردم را آوردن نتوانستند و نرخ آرد و روغن چندین مراتب بالا رفت. بعضی مشکل تندرستی در ناحیه اشکاشیم به همگان معلوم است و برای همین در این لحظه ها عادی ترین کسل را به بیمارخانه ولایتی شهر خروق انتقال دادن غیر امکان گردید. در آن روزها چندین بیماران ما از یاری طبی بی‌نصیب ماندند و جواب همه این را کی خواهد داد؟ اکثریت جوانان ناحیه اشکاشیم پس از ختم مکتب میانه در دانشگاه شهر خروق تحصیل میکنند. آنها در شهری که جنایت بالاتر از قانون میایستد چی را میآموزند و چی را یاد میگیرند؟ خواطر والدین آنها، حالت روانی آنها را نسبت به تقدیر فرزندان کی تصور کرده میتواند؟ تا کی چنین بیدادگری ادامه مییابد؟ و چنین وضعیت خروق همچون مرکز مأموری ولایت نمیتواند رسالت خود را اجرا کند و چنان حق را هم داشته نمیتواند. بار دیگر تکرار میکنم، ونج و درواز راه خلاصی از بیدادی و جنایتکاری را دارند. ما مردم اشکاشیم چیکار کنیم؟ پاسخ ما را کی میدهد؟ نسبت سیس دیننگی همون که گذشت در اونجا وکیلامون بسیار نغز سیس را گذراندند. رئیس ولایت بسیار سخنهای خوب گفتند. ما همه کسا مردم دیور سیاست خرانندگان جنوب را جانبداری میکنیم. دسته‌های مدشه که از 25 تا 28 نوامبر با خوب پیوستند. وکیلان مردمی درواز و ونج میگویند که ما از اوباشگری‌های در شهر خروق پیوسته دچار میشدگی نمیتوانیم با بالنیچه بیمارمون رو بیاریم. ارزانتر میغلطد، رحمانی سو نزدیکتر با بزرگ محصولات مناوردن نمیتونیم. در سیسه انم خیلی برآمد شد. اونا میگن که ما اکنون مجبوریم که با همون طرفای آبادتر رو گردانیم، کودکامون از دانشگاه بگیریم و جو بس با وزارت معارف مکتوبه علاقه پیشنهاد شده ایستادن که مکتب خانه رو میبرند. ما همچون رئیس کمیسه مجلس وکیلان شهر خروق با بودجت باز از همون اندوگین هستم که اگر مردم در شهر کم شود، این مبادله مال و پول سست شود، جنگ خانه از بینانه است. به طور ما باز یک بدبختی کلانتر با حقوق پیوستنش ممکن است.